طبق اطلاع منابع معتمد پایگاه خبری بامداد در رابطه با ماجرای پرسر و صدای پوشانیدن پرونده عذاب و عقوبت کارمند شرکت میگافون مدینه محمدجانова باز دو افسر بلندپایه شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینای شهر دوشنبه را از مقامش برکنار کردند. پدپلکوونیک اسمتزاده مشرف معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینا یکی از آنهایی بود که مسئولیت نظارت بر جریان تفتیش پرونده مدینه را بر عهده داشت، ولی بر اساس نتیجه های ارزیابی اسمتزاده در اجرای وظیفه به خنک نظری رخ داده است. پدپلکوونیک دویم برکنار شده شکور رحیموف معاون سردار شعبه تفتیشات شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سیناست که تا رسانیدن به مرحله اوف مفتش نخستین قضیه عذاب و عقوبت مدینه محمدجانova بوده است. گفته می شود اکثر سندها با تقاضای رد کردن شروع پرونده و بر اساس قانون اوف از جوابگری جنایتی آزاد کردن گمانبر اساسی عزیزه دولتوف همسر قانونی پرویز دولتوف یک مقام بلندپایه شرکت میگافون و دوست پسر مدینه را پدپلکوونیک شکور رحیموف ترتیب داده مسئولان دیگر شعبه وزارت کارهای داخلی از جمله پدپلکوونیک مشرف اسمتزاده امضا کردند. یادآور میشویم بعد این قضیه را زیر نظارت خود گرفتن رستم امامعلی و این مسئله را در جلسه حکومت برداشتن پرزیدنت امامعلی رحمان در اول ماه نوامبر قضیه برای تفتیش دوباره برگردانیده شد. پرویز دولتوف و عزیزه دولتوف را به حبس گرفتند و سردار شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینا ظفر اسماعیل زاده و معاون اول دادستان نویه سینا سوراب سلیم زاده از مقامهایش برکنار کرده شدند. رستم امامعلی و امامعلی رحمان طلب کردند تا تمام منصبدارانی که به کروپسیا راه داده پاره گرفتند و این پرونده را پوشانیدند به جوابگری کشانیده شوند. مدینه محمدجانova ساکن شهر دوشنبه آخر ماه آگوست امسال در حالت بیهوشی به بیمارخانه برده شد. به گفته طبیبان او را چنان بوغی کردند که چند مدت به معاینه سرش اوان نرفته است و در نتیجه یک قسم مغز سر مدینه از کار مانده است. این قضیه وقت مورد توجه قرار گرفت که فعالان جامعه شهروندی برابران کشور مراجعت کردند و جریان تفتیش را رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه شخصا زیر نظارت خود گرفت. معلوم شد که مقامات میلیسای نویه سینا ماه سپتامبر اعمال عزیزه دولتوف را به قانون اوف تغییر کنونیده کشودن پرونده جنایتی به ضد او را رد کردند. شکور رحیموف چهره برای رسانه ها چندان آشنا نیست، ولی اسم مشرف اسمتزاده در گذشته دست کم 2 مرتبه رسانه‌ای شده بود. سال 2013 در پی مرگ مرموز عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عثمان توجیف که بنا به فرضیه رسمی گویا خود را از قبطه سیوم بنای شعبه میلیسای شهر اسفره به زمین پرتافته جان داده است. وکیل خانواده مرحوم ادوکات شناخته فیض‌نسا وایدوف نوشته بود که توجیف محض در پی عذاب و عقوبت و شکنجه از جانب مشرف اسمتزاده که اون وقت در میلیسای اسفره کار میکرد و زیر دستانش دست به این کار زده است. همچنین ماه دکامبر سال 2019 نیلوفر رجبوف دختر سیاستمدار زندانی رحمت الله رجب که در قطار چندین زن دیگر برای حجاب پوشیدن در کوچه دستگیر گردیده به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینا آورده شد. اسمتزاده را عیبدار کرد که بعد فهمیدن دختری که بودنش او را تحقیر و حتی تهدید به تجاوز کرده است. اما ماه فوریه سال 2020 رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست خبریش گفت تحقیقات نشان داد که کارمندان میلیسای سینا نسبت به نیلوفر رجبوف به هیچ قانون شکنی راه ندادند. او برعکس خود رجبوف را گناهکار برآورده و گفت پدرش برای صادر کردن جنایت‌های تروریستی 28 سال در محبس است و برادرش برای این کردار در کوفت و کوه می باشد. خودش برای بی احترامی جریمه شد. سنجش‌های ما نشان داد که کارمندان ما قانون شکنی نکردند. مشرف اسمتزاده زاده پنجکین بوده. قبل از تعیین شدنش به مقام معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینا چند سال در اسفره و سپس در مقام سردار بخش کوفت و کوه جنایی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت کار کرده است.